السلام علیکم اکای حاجی میرزا، من به شما یک سوال دارم. ولی یک مکتوب همینجا هست، اگر نوبتش آید ممکن خوانم. یک برادر عزیز حتی مکتوب در دستش گرفته به خانه را آمده است، ریش مانده است بیچاره. تایی میگه 2 هفته است که زنم قهر کرده است، خانه رفته است که تو ریش مانده. ببین چیکار کنم؟ ریش ما بتراشم دامولا یا که چی خیلی کنم؟ و تو را ضعیف، اگر ایمانت اینقدر ضعیف که میشد همون نمیماندیش. و نخواه این زن نمیداند آخه این سنت پیغمبری خداست. نخواه زنهای ما خلافی گفته قرآن و خلافی گفته حدیث رفتار کنند. نخواه که زن ما را دلالت کند بر گناه و در گناه زن اطاعت کنیم. این چه خیلی جوانیت، این چه خیلی غیرت است. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، من به شما یک سوال دارم. وقتی که جسد در قبر میمانند و در حال پرسنده ها به پیش این جسد می آیند و با آن جسد با کدام زبان سوال و جواب میکنند؟ التماس با سوال ما جواب گردانید. یعنی وقتی که پرسنده ها از جسدهایی که در قبر گذاشته می شود سوال میکنند من ربک و من نبیک و ما دینک، پروردگاری که تو کیست، پیغمبری تو کیست و دینی تو چیست. این با زبان عربی می شود و خداوند برای تمام بندگانش تلفظ کردن با زبان عربی را آسان می گرداند و مهیا می گرداند که هر کدام ما و شما آزاد زبان اونها را می فهمیم و با زبان همونها جواب اونها را می گردانیم. السلام علیکم بابای حاجی میرزا، با سوال من التماس جواب دهید که مادر من کسل قند و کسل دل و کسل فشار خون هست. برای آن مادر روزه داشتن ضرور است یا نه؟ و من گوید با احترام فیضا سفرعلی از قشلاق رحمان بردی سری چشمه. ما گفتیم که این که سه بیمار است بیچاره. اگر یکی از این بیماری ها را داشته باشد این مادر، برای این مادر تا تبابت کردن تا صحت یافتنش روزه را خوردنش برای این گناهی نیست. بابای حاجی، التماس دارم که با سوال من جواب گردانید. آدمی که بیماری قند و دق نفس می باشد در طهارتش و روزش اوکال یا دارو ریزد، طهارت و روزش می شکند یا نمی شکند؟ یعنی بیماری هایی که امروز هستند و وقتی که احتیاجی به اوکال می شوند، اوکال می گوییم ما شما، آیا روزه هاشون می شکند یا نمی شکند؟ همون فتاوای محمودیه که من در آغاز برای شما نام او را گرفتم، در همین فتاوای محمودی هم آمده است که اوکال روزه را نمی شکند. فهمیدید؟ اوکال روزه را نمی شکند. فقط خدا رحمت کند امروز بعضی از پیشواهای ما و شما همون گلوکوز را میگد اگر در رگ گذرانند و قوت میبخشد همونش می شکند. دیگر اوکال هایی که برای شما میکنند وایش میگد روزه را نمی شکند. حتی همین فتاوای محمودی هم به همین چیز فتاوا دادگی هستند. برای همین دادرایی که امروز بسیارش دندان درد هستند، دندان میکنن، اوکال میکنن، دیگر احتیاط کنین که همون خونی که از دندان جدا میشد در حق تا نرود، انا همونش روزه را میشکند. خب کندنی او، اوکال کردنی او روزه های شما را نمیشکند. فقط کاری کنین که همون آب اوکال است یا آب همون خون دهان شما در حلق شما نرود. سوال از کوچه کیروف. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، ما یکی از مخلصان اشدی شما می باشیم. ما از شما خواهش داریم که در همین روز جمعه سوال ما را جواب گردانید. در محله ما یک پیشوا هست، علم خوب دارد، در مسجد امر به معروف میکند، لکن زن و فرزندش در فرمانش نیست.
با این خیل پیشوا چی گفتنی هستید؟ و سوال دیگر هم این است که با این زنهایی که شوهرانشان در روسیه کار میکنن، پولهای روان کرده شده رو اسراف میکنن، با این اسراف کننده ها چی گفتنی دارید؟ این سوالی دویم شما جواب گفتیم که مادرای عزیز در حق شوهرهاتان چه در روسیه باشند چه در اینجا باشند رحم و انصاف کنید، احترام کنید، قدردانی کنید. انشاءالله شما فیض دنیا و آخرت نصیب می شوید. و شخصی که نماز مردم می خواند لیکن زن و فرزند او در اطاعت او نیست، از پس این گونه پیشوا نماز خواندن درست است یا نه؟ درست است برادر عزیز و گرامی. اگر پیشوایی باشد که همیشه کوشش کننده باشد که زن او، فرزندهای او اهل اسلام، اهل ایمان باشند، از احکام و ارکان دور نباشند، لیکن اونها به این پیشوا گوش ناندازند، اهمیت ندهند، از پس این گونه شخص ما نماز خوانیم باقی ندارد. لیکن شخصی که اگر در زن و فرزند اهمیت ندهد، هر کاری که اونها به حیایی به شرمی که خواهند کردن گیرند ما راضی باشیم، انا این گونه پیشوا را از پسش نماز نمیخوانیم. شخصی که راضی باشد در همون به حیایی و به شرمی و گویم به ایمانی که از زن و فرزندای او صادر می شود در همونا پروا نداشته باشد، دعوت نداشته باشد، غمخواری نداشته باشد، از پس این گونه شخص ما نماز نمیخوانیم، زیرا در دل ما نسبت این شک شبهه وجود دارد. ببینید شما، زن حضرت لوط علیه السلام کافره بود، پیغمبر بود. زن حضرت نوح علیه السلام کافره بودند. بچه حضرت نوح کنعان کافر بود، پدرش گوش نمی انداخت. لیکن زن فرعون عاصیه مسلمان بود. به این خاطر البته از آدمای خوبم فرزندای ناخوب، زنهای ناخوب، دخترهای ناخوب می براید. یعنی این با عیب خود همان آدم خوب، همون پیشوا نیست، بلکه وی نمی خواهد که زن او دختر او این گونه باشد. وی کوشش میکند لیکن خدا اونها را هدایت نمی کند. لیکن مادام کوشش کننده نباشد، پروا نداشته باشد، انا این گونه شخص ما میتونیم از پسش نماز نخوانیم. السلام علیکم اکی داملا حاجی مرزا، خداوند شما را سالهای دراز عمر دهد. من یکی از مخلصان شما هستم، از ناحیه مؤمن آباد هستم. سوال: خسور و خوشتامنم از سبب امر معروف و نهی از منکر، تماشا و گوش کردنم رفت و آمد را به خانه ما قطع کردند. بابای حاجی، آیا ما هم رفت و آمد را قطع کنیم؟ التماس بابای حاجی زودتر جواب گردانید، ضرور است. در آخر در حق ما دعای خیر کنید. این خواهر کدام خواهر خیلی مسلمان بوده است که همیشه امر معروف نهی منکر گوش میکرده است، تماشا میکرده است. خسر و خوشتامنش از این عملی کلین بسیار ناراحت بوده، بسیار ناخشنود بوده که مثلا کلین ما امر معروف گوش میکند، کلین ما امر معروف تماشا میکند. مقصد در جای اینها باید این رقص بازی را تماشا کند، باید فسق و فساد درآورد. آخه چی مثال، این چی گپ است؟ این خیلی مسلمانیه که این امر معروف گوش میکند. مقصد این شاید خسر و خوشتامن همین باشد. و این خواهر از ما البته خواهش کردن که ما هم رفت آمد قطع کنیم. یعنی خدا رحمت کند حضرت سعدی را، او میگفت ادب از کی آموختی؟ میگفت از بی ادب. هرچی اونها بد کردن در چشم ما بد آمد، ما او را ترکش ساختیم. مثلا این خسر و خوشتامن بی آدابی کردن، خب رفتار نادرست کردن، به خاطر که از این گونه کلین یا از این گونه فرزند شکرانه به سوی خدا بیارن که خداوند این خیل فرزند خوب برای ما نصیب کرده است که همیشه گوش کننده امر معروف و تماشا کننده نهی منکر است. شکرانه این بجا بیارن، باز چی هست؟ ناشکری را که در عوض این بجا آوردن، پس این یک بی‌آدابی و یک بد اخلاقی خود همون خسر و خوشتامن نشان می‌دهد. حبیب خدا در حدیث های مبارک میگوید: لا تجعلوا بیوتکم مقابر
ببینین خیلی با اهمیت باشین، خانه هاتان به قبرستان مبدل نگردانید، خانه هاتان به قبرستان مبدل نگردانید. ان الشیطان ینفر من بیت الذي تقرأ فيه سوره البقره. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید شیطان از خانه ای که شیطان میگریزد، ببین گریختن شیطان برای هر یک خانه این رحمت است، برکات است. از خانه ای که شیطان میگریزد، حبیب خدا میگوید شیطان میگریزد از خانه ای که در اون خانه سوره بقره خوانده شود. ببین در خانه ای که سوره بقره خوانده می شود شیطان از او خانه میگریزد. ما کجا رفته ایستاده ایم؟ امروز در خاندان اکثر مسلمان ما و شما باور که صاحب مگنیتوفون هم شد، صاحب تلویزیون هم شد، صاحب همه دیسک ها هم شد، صاحب ماشین هم شد، لیکن خدا اونقدر عقل و توفیقش نداده است که همونها را در راه درست صرف کند. صاحب همه این نعمت ها کرد لیکن عقلش نمیدهد که همین را در راه درست صرف کند. اگر در همون دیسک های شما، در تلویزیون شما، در مگنیتوفون شما اگر سوره قرآن صدا دهد یا موعظه ها گفته شود، میدانین از خانه شما شیطان میگریزد، خانه شما در فیض می شود، برکات می شود. برادرای ما امروز صاحب ماشین هستند، بهترین ماشین ها را سوار می شوند، لیکن زمان در ماشینش میشینیم باور کن ما در ماشین همون کس میشینیم آنقدر خدا توفیقش نداده است که همون موزیکش را پس کند، همون را در پیش ما با بلند میکند. اگر جوان عزیز از نافهمی باشی توبه که خدا میبخشد، لیکن اگر قصدن همچنان رفتار کردن بگیری به خدا قسم در زیر وعیدی که خداوند در قرآن ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئول. ببین چشم ها، گوش ها، هر یک اعضای تو مسئولیت دارن پیشگاه خدا در با این گوش و با این چشم البته تو جواب میگویی. خداوند قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. خداوند میگه مؤمن نجات یافت. کدام مؤمن؟ ببین همه شما مؤمنین، همه شما مسلمانین، شما نجات میابین. کدام وقت؟ عن اللغو معرضون، وقتی از سخنهای بیهوده را گوش کردن شما گوش هاتان محکم کنین، گوش نه اندازین، شما در پیشگاه خدا نجات میابین. نام مؤمنی داری، مسلمانی داری و حتی در محله ها زندگی میکنین، باور کنین صدای همون موزیکش 10 خانه را فرا میگیرد، عیب نمیداند، شرم نمیداند. تو رقص و بازی را دوست میداری، قطعی همون زن فرزندت پس کرده در خانه گوش کردن بگیر. و مسلمانی هست که بیزار است از این و در خانه صدای قرآن باشد، در خانه صدای امر معروف و نهی منکر باشد، خوش به حالت انا مسلمانی انا ایمانداری. و تو میلش موسیقی را هم گوش کردی، همون شعری را گوش که به فایده جانت باشد و بیزار شدیم همین تررم و بررم و بلا و بترم اینا، بیزار شدیم به خدا. و همون صحنه های باور کنین همون تئاتری را بعضش حرام کردن به همون لباس ها و به همون شیرخانی هاشان و همه را رسوا کردن، فرزندامون همه را از راه بیراه کردن. آخی شما با کی رفتید؟ روی کی نمیرید؟ کی را دوست داشتید؟ و خدا در قرآن انه لکم عدو مبین، شیطان دشمن آشکارای شماست و خدا اعلانش دارد دشمن تانه پیرو دشمن بشید. و قرآن برای شما دوست میکرد، عالم برای شما دوست میکرد، امر معروف برای شما دوست میکرد، دوست مانده تون به دشمن گیرید. و کسی دنبال شیطان میرد عاقبت همراه شیطان در دوزخ است. آخر از گفتن بسیار در پیش ملاها هم باور کن، در پیش ارتیساش هم، در پیش حکومت هم بدنام شدیم. آخر کی میفهمید شما؟ بعضی رفیقایی داشتیم حتی صاحب منصب شدن سلام نمیکنن، قدیما نامت بد شده و با پشت نمی سخنی حق بد شدگی است و دیگر من یگان رای بد ندارم. لیکن کی شما سخنی حق قبول میکنید؟
و مانده شده می گفتن. باور که درد من میکنه. پنج وقت نماز داریم، نماز جماعت داریم، مولایم، حاجیم، شیخیم، صوفیم، تویای ما شما را میبینن. باور کنین معصیت گناه را خنده میگیره. برای من خواهر عزیز رفت آمد قد نکن، رفت آمد کردن بگی احترامی خود رو خوشتامن تا به جا بیاد. این از روی جهالت نافهمی بیچاره. انشاءالله روزی از روزا خدا هدایتش میکنه. دعا کن که خدا هدایتش کنه، وای گمراه است. سلام علیکم بابای حاجی میرزا، التماس با همین سوال من جواب دهید. برادر من کسل پوست است. من گفتم که ای برادر تو از خدا طلب کن، خدا شفا میدهد. او مرا از خانه پیش کرد، بعداً گرم چشمه رفت، از آنجا سنگ و آب آورد. من گفتم که تو شرک میکنی. پدرم باشد در عوض این سخن مرا لطقین کرد. داملا چی میگویی؟ برادر عزیز، گرم چشمه رفتن این غلط نیست. آدمی که مثال رسول اکرم صلی الله علیه و سلم لکل داء دوا میگوید. هر یک درد دوا دارد. مقصد آدمایی که کسل پوستن میروند در گرم چشمه از در کجای روند تبابت کردن بگیرن، لیکن شفا را از خدا ببینن. از اونجا بعد هر یک نوده درخت و بعد سنگ این مزار گذشته شده است و این تبرکه اینایاش دروغن، ایناشا باور نکنید. همه وقت شفا از خداست. خداوند شفا را میبخشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک جوان زن دارد، تخمینا 3-4 سال شده است که فرزند نیافته است و با زن دیگر عاشق شده است. وی زن بیوه و صاحب 2 پسر است. این زن بیوه با این جوان میگوید که زنی خودت را سر میدی، بعد من به خانه‌ات میآیم. زن یکم را پیش کرده است و اما او را طلاق نداده است. میخواهم که جوابش را از شما شنوم. همان جوان در همین مسجد شما نماز میخواند. خیلی مادام زن این بیوه را گرفته است، 2 فرزند دارد، این گناه نیست گرفتن زنی بیوه. گرفته است، زن اوله که از خانه پیش کرده است، بعدش طلاق شده. طلاق دادن الکی برای تو مثال زندگی نداری نیت با او، طلاق شده. نیت داری زندگی، بیار زندگی تا کردن بگیر. از همین 2 را یک تاش انتخاب کن. بسیار از جوانایی که دختراشون 3 سال و 4 سال بیچاره در خانه طلاقشون میکنن. طلاقشون کنین، اینم یک نامردی است. بگذار ویم شوهر کنه درآمد باز زندگیشو ببینه. چگونه ای که تو فرداش در زن گرفتی، ویم بیچاره باز امو عیده‌اش که گذشت رفته شوهرش کردن بگیره. هیچی باقی ندارد اینا. السلام علیکم داملا. زن گرفتن فرض است یا سنت؟ اگر فرض باشد یا سنت دلیلش چیست؟ اگر زن پیشنهاد کند که ریشت را تراش، بعد در نکاح تو راضی هستم، چی کار کنم؟ یا میگوید که خانه به نامم بگیر بعد نکاح کن. آخی مسئله خانه گرفتن ده، ولی بسیاری جوانا، بسیاری برادرای هستن که میگوید وقتی کدام زنی را که میگویی که مثال بیا در نکاح من درآ، میگه اول خانه تا به نامم کن. و میلش چی گپی نی؟ و تو زن گرفتن میتوانی خانه به نام او گذرانی جنایت های؟ و پگه تو هم ای دنیا گذشتی و را بچه های تا ای خانه پیش میکنن کجا رو؟ و حق دارد یک خانه را به نامش کن. و زن که لازم بوده، زن داشتن در کار بوده، در زن داشتن وقتت خوش بوده، پس چرا برای خانه جدا نمیکنی؟ بگذار صاحب خانه باشه، یگان گناهی نداره. خب خیلی دویم سوالش جواب گفته بودیم. زن گرفتن سنت است. سنت است یا فرض گفته است؟ دلیلش در چیست؟ دلیلش حدیث پیغمبری خدا هست. با رئیس صحابه میگن از خانه رسول اکرم آمدن، راوی های حدیث میگن که نمیدانیم کدام زن پیغمبر بود.
و پرسیدن از عبادت پیغمبر. پرسیدن پیغمبر چه خیلی خانه در عبادت میکنن. مقصد خواستن که عبادت های خانه بودگی پیغمبر را آموزن و از همون چیکار کنن در خانه های خودشون عملی گردانند. وقتی آمدن گوش کردن، گویم هر سه اینها به یک خلاصه آمد. مقصد عبادت پیغمبری خدا را شاید که ناچیز شمارد، یعنی کم بود عبادتش. و با یکدیگر گفتن خیلی وای پیغمبر است، او را خدا اول و آخر گناهش بخشیده است. و یکی از اونها چی گفت؟ گفت من ابدی روزه میگیرم، هیچ وقت روزه من نمیشکایم. دیگرش گفت من همه شب خواب ترک کردم، همیشه با عبادت می ایستم. دیگر گفت من هیچگاه زن نمیگیرم. نزد همون زن پیغمبر گفتن، از خانه پیغمبر بیرون شدن. وقتی پیغمبر خدا آمد، این زن به پیغمبر خبر داد که 3 نفر آمد همچنان سخنرانی کردن، از خانه بیرون شدن. پیغمبر خدا آمد نزد اونها گفت شما بودید همون کسانی که خانه من رفتید؟ گفتم بله. شما بودید آن کسی که گفتین ابدی روزه میگیریم، شب دراز نماز میخوانیم، خواب نمیکنیم و هیچگاه زن نمیگیریم؟ گفتن بله ما بودیم. حبیب خدا گفت آگاه باشید که من از شما دیده در پیشگاه خدا میترسیدگی شخص هستم و من از شما دیده در پیشگاه خدا قدر و قیمت زیاد دارم. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اگر شما از سنت من روی گردانید پس از من نیستید. شما گفتن مقصد منم پیغمبر هستم، روزه میگیرم، با روزه من میشکایم، خب شب نماز میخوام، شب دیگرش با خواب میکنم و زن میگیرم. پس شما اگر این سنت های من از سنت های من که روی گردانیم، پس شما از من نیستید. و این خاطر زن گرفتن این سنت است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. یک برادر برای ساختمان او روز اینجا یک مبلغ آوردن که در حق من دعا کنید، در حق گذشتگان من دعا کنید. اکای حامیدم اینجا یک مبلغ دادن. یک برادر در حق مادرش که وفات کرده است و پدرش را خدا توفیق عطا کند دعا خواسته است. و در حق آنهایی که در صندوق خیریه صدقه میکنند دعا کنید. خب و یک برادر دیگر منم اینجا یک مبلغ در دست ما دادن. برادر عمر از مسکو با همراه یک چند برادر دیگر نامشان گرفتن، در حق ایشان هم گفتن دعا کنید. البته همیشه ما در حق آن برادرایی که کمک کننده هستند برای آبادی این مسجد همیشه دعا میکنیم و برای برادرایی که در صندوق خیریه هم خیر میکنند در حقشون انشاءالله همیشه ما دعا کننده هستیم. و بار دیگر دعا میکنیم که خداوند این خیر احسان ها را قبول بگرداند و هر آرزو و امیدی که این بندگان کردن خدایا امید و آرزوهاشون حاصل بگردانی، گذشتگانشون خدا رحمت و مغفرت بگردانی. همه مسافرهای این تاجیکستان ما را، تمام مسلمان ها را خداوند صحت و سلامت به خاندانشون برسانی. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار آمين يا رب العالمين.